در آغاز طراحی کلمات خط نستعلیق به شکل دو حرفی ما از ب شروع میکنیم، چون الف در کنار حرفای دیگه قرار میگیره و ترکیب نمیشه، ولی ب رو میاریم در ابتدا و از همون اول با الف شروع کنیم به ترکیب کردن. مثلا حرف ب به الف و ب در ترکیب و ساختار با الف با رو ایجاد میکنه که تا هم میتونه باشه و یا هم میتونه باشه، پا هم میتونه باشه، از این طرف سا هم میتونه باشه، نا هم میتونه باشه، تا هم میتونه باشه. در صورت از اینجا نکته بسیار مهم اینه که وقتی شما ساختار خط نستعلیق رو از ابتدا یاد بگیرید، وجه مشترک اونها اینقدر زیاد هست که شما با تنها یاد گرفتن یک شکل مثل این شکلی که اینجا هست چندین کلمه از این میتونید ایجاد کنید. حالا جالب اینجاست که شاید نهایتاً ما بخوایم بگیم آقا تا، سا، نا، با، پا، ولی همین شکل وقتی بیاد جلوتر بریم با یه ب به اشتراک قرار داده بشه و مشترک بشه و شکل فرم دیگه ای رو در یک حالت اشتراکی ایجاد کنن، یک سرکج هم در کنارش بیاد، میبینیم که کلی باز همین یه شکل با بیی که قبلا یاد گرفتیم میتونه چقدر به ما کمک کنه که زودتر خط نستعلیق رو یاد بگیریم. پس یکی از علتهایی که بنده تاکید دارم که اتصالات دوتایی کار بشه به خاطری که این اتصالات دوتایی وجه مشترکشون به شدت با هم زیاد هست و رای شاید 100 ساله که میگن یک شب طی میشه، داستانش از همینجا شروع میشه که شاید خیلی فکر میکنن خط نستعلیق اونقدر سخته که ما نمیتونیم یادش بگیریم. باید اینجا به عرض برسونم که اینجور نیست، وجه مشترک اینها اونقدر زیاده که شما کافیه این حروف و کلمات رو در 3-4 ماه کار کنید و بر کل خط نستعلیق مسلط بشید. خب بعد از با یعنی ب به الف ما ت به ت رو داریم. باید اگر ملاحظه بفرمایید ببینید که این ب به ت به ت میشه، پ به ب میشه و با نقطه ها و تغییر نقطه ها میتونیم باز کلمات مختلف از این ایجاد کنیم. بعد از این ب رو ما در اتصال به ف داریم که باز خود این کلمه در جاهای مختلف میتونه شکلش با نقطه ها و فرمش تغییر کنه و شکل ها و فرمای دیگه ای رو باز از تو دل همین ما به دست بیاریم. این هم ب به ف و ب به کرم که اینجا توضیح دادم، یه بار دیگه اینجا توضیح میدم. باز خود همون با اگر از میانه اون به سمت پایین یک ب رو ما وصل کنیم به این شکل و یک سرکج رو هم به طول 5 نقطه که قبلا در که اونو کار کرده بودید وصل کنیم، این اتصال ب به که به دست میاد که عرض کردم ی میتونه باشه، پ میتونه باشه، ت میتونه باشه، نون میتونه باشه و هر شکل دیگه از تو دل این میتونه بیاد وجود بیاد و از طرفی هم حتی با یه سرکج هم میتونه به گ تبدیل بشه. بعد از این ب به ر رو ما داریم که مثل کلمه بر با سینه قلم و نیش قلم نوشته میشه. عزیزان توجه کنم با سینه قلم، تمام قلم نیست، به این شکل که یک نقطه این بخش و یک نقطه این بخش هم به شکل فضای خالی وجود داره. ب به واو رو ما داریم که به این شکل میاد، ب به واو رو ایجاد میکنه. ب به دال رو داریم که باز با تمام قلم قوس پیدا میکنه، در اتصال به ر یک دال ایجاد میشه. در خط نستعلیق یکی از نکاتی که خیلی جالبه اینه که ر در خیلی از جاها در خط نستعلیق نوشته میشه و ترکیب میشه ولی دال خونده میشه، مثل همینجا و یا جای دیگه. ب به ه هم توی این اتصال باز به این شکل نوشته میشه
که یک قوسی هست که تقریبا میشه گفت که راست و چپ اون به شکل قرینه نوشته میشه. در اتصالات بعدی هم ب رو ما داریم به میم که همون توضیحاتی که در مورد میم دادیم اینجا هم همون توضیحات هست، منتها یک دندونه با نیش قلم اضافه شه. ب رو به تای دسته‌دار داریم که باز یک الف یک نقطه است که با قوس و گردش یک نقطه میاد به تای دسته‌دار وصل میشه و ب به ت رو ایجاد میکنه. و باز در ادامه ب به نون رو داریم که با نیش قلم میاد تا یک نقطه به خط زمینه و بعد در ادامه همون نون و دایره نون که قبلا با هم دیگه کار کردیم اینجا میاد و وصل میشه به اندازه نیم نقطه. هم این پایین تره، نقطهش هم که عرض کردیم خدمتون وسط نون هست. بعد از این اتصال ب به لام رو داریم که باز همون لام تنها رو شما مد نظر داشته باشید با همون دایره‌ای که عرض کردم به شدت شبیه به خود نون هست یا اصلا خود نون هست و به این شکل ب به لام و ب به سین رو داریم که اینها به این شکل میتونن در خط نستعلیق ترکیب بشن. بعد از اتصال دوتایی سین اتصال دوتایی صاد رو داریم که باز ببینید اگر توجه دوستان به این قسمت بیشتر جلب بشه ابتدای همه اتصالات دوتایی به شدت به هم نزدیک و شبیه هستند که باز ختم با همون دایره مرسوم نون که ببین چقدر این دایره در خط نستعلیق اگه یادش بگیرید کارسازه. شما یک نون یاد میگیرید 100 جا 1000 جا ازش استفاده میکنید همون شکل و همون فرم. بعد از اتصال ب به صاد باز ما اتصال ب به قاف رو داریم که باز به همین شکل میاد یک نقطه به قاف میرسه و باز همون دایره نون که اینجا میاد استفاده میشه. این اصطلاح یک کاسه شدن به نظر من اینجا کاربردش به شدت زیاده. ما در اصل میشه گفت که یه دایره نون یا کاسه نون رو وقتی یاد میگیریم در تمام دوایر همون کاسه نون هست. همونجور که عرض کردم خدمتون دقیقاً اگر ما اینجا یک بار دیگه برگردیم این نون رو تحلیل کنیم این شکله که این نون اگر این قوس شما توجه بکنیم این یه تیکه تا اینجا رو ما یه دورش خط بکشیم ببینید در همه جا مشترکه. اگه الف اضافه شه میشه لام. اگر این قسمتی که از این قسمت از راست به چپ گردش پیدا کرده بیاد اینجا و یک سر عین ما اینجا داشته باشیم میشه عین. اگه همین سر ه رو داشته باشیم میشه ه. اگه همینجا به ارتفاع دو نقطه یک قوس نقطه مدور و قوس ایجاد کنیم میشه قاف. اگه همینجا ما دندونه سین بزنیم میشه سین و اگه صاد رو اضافه کنیم باز میشه صاد. یعنی این قسمت فصل مشترک رو اساساً هیچ تغییری هیچ حرکتی ما روش انجام ندادیم. پس در این بخش دوستان توجه کنن این شکل و فرم دایره رو حتما به خوبی در بیابند تا بتونن در ادامه خط نستعلیق در نوشتن همه دوایر موفق باشن. در ادامه اتصالات دو حرفی کلمه ب به حرفای دیگه ب به ه رو داریم که از شکل‌های خیلی زیبای خط نستعلیق هست که با شیب قلم یه 2/3 عرض قلم این قسمت نصف قلم میاد تا این قسمت که تمام قلم ب به ه رو ایجاد میکنه و بعد از اون باز ب به عین رو داریم که میایم با نیش قلم بعد از اون یک نقطه حرکت عین رو ایجاد میکنیم با نیش قلم
باز این قوسی که عرض کردم خدمتون همون قوسیه که ما در کلمه عین و کلمه ه داشتیم و استفاده کردیم. این هم به این شکل. و آخرین اتصال ب به ی هست که در کلمه بی به این شکل 3 نقطه بالاتر از خط زمینه شروع میکنیم، میایم تا خط زمینه و بعد اون گردش مرسوم و معمول ی رو باز اینجا ما شاهد هستیم که کلمه بی رو ایجاد میکنه. و بی معکوس که مثل ی معکوس بود، اونم به این شکل که با نیش سمت راست قلم به اندازه نصف قلم حرکت اول بی رو ایجاد میکنیم، با 1 نقطه فاصله با نیش قلم میایم و با تمام قلم میایم روی خط زمینه و باز همون گردش ب به ی که هر چقدر به سمت جلوتر میره صعود مجازی انجام میده و به طول 11 نقطه هم نوشته میشه.